دوستان از من خواستن که چند تا جوک واسهتون بگم که یه خورده همه با هم بخندیم. میگن آخوند جنتی گفته که شرط گذر از این مرحله تحریم ها و اقتصاد مقاومتی اینه که از شرایط بخور و نمیر باید گذر کنیم به شرایط نخور و بمیر. از عظما پرسیدن که درسته که شما اروپا رو تهدید به تحریم کردی؟ میگه گاهی موقع که یکی دو تا بسته زیاد میزنم یه چیزای زیادی هم میخورم. میگن روحانی به زلزله زدگان اخیر پیام فرستاده که به علت سقوط قیمت نفت و کمبود بودجه الان نمیتونیم کمکی به شما بکنیم، ان شاءالله در زلزله بعدی.